در جنگ‌های چریکی وی باعث شد که در میان همسنگرانش مورد توجه قرار گیرد. ما 10 سال فکر ما در چندین ولایت‌های نامن ما وظیفه کردیم. اما سالها بعد نظام را ترک و بعد از آن همه چیز تغییر کرد. حسیب با خروج از اداره امنیت ملی گروه ویژه مسلح خود را تشکیل می دهد و بدین ترتیب وارد دنیای گنگستری می شود. خودش را زال شار اعلام می کند. زال نام پدر رستم شخصیت اسطوره‌ای شاهنامه است. بعد موج در شار نیست، زدنی نیست در شار پیش من. امیگه بور اگه خب از مرد بودی، مرد زایده شده بودی، خب بیادر دادا موری ما میگفتی که صاحب نره مادرم هم معلوم میکردم برات. با این کارا اشتک بازی چی فایده داره؟ تو کلان آدم هستی در فیسبوک بشی دلا که دادا موری دوشان دنبوره دیت تو بیادر بگم مشوی بعد ما شوی کلنه با توبه سخن کبر. حسیب شروع می کند به یک سلسله حرکات که اداره امنیت ملی و پلیس این رفتار و حرکات او را مخل نظم و امن عامه تعریف کرده و در صدد گرفتاری او می شوند. اتهامات زیادی از جمله قتل، سرقت‌های مسلحانه و باجگیری بر حسیب قوای مرکز در آن زمان وارد شد. وزارت داخله در آن زمان اعلام کرده بود که حسیب در کنار جرایم دیگر مرتکب قتل یک زن، یک پلیس و یک کارمند شهرداری شده است. چندین عملیات امنیت ملی و پلیس در گرفتاری حسیب در کابل ناکام می شود. وقتی فضا در کابل برایش تنگ می شود، او با گروه مسلح خود به پنجشیر می رود. نیروهای ویژه پلیس جمعه شب برای گرفتاری مرد به نام حسیب قوای مرکز عملیات را در یکی از روستاهای ولایت پنجشیر راه اندازی کرد. جنرال خوشحال سعادت معین ارشد وزارت داخله در یک عملیات ویژه در آن زمان به طرف پنجشیر می رود و اعلام می کند که حسیب قوای مرکز را در پشت رنجر بسته کرده و به کابل خواهد آورد. اختطافچی، طالب، داعش و دیگر کثافاتشان. اراده این ملت و نیروهای امنیتی مانند خنجر برند قاطع است. من بعد به هیچ صورت بالایتان رحم نمی شود. عاقبت اعمالتان گورستان است. اگر شک میکنید در گز در میدان. عملیات موفق نشد و این امر به شهرت بیشتر حسیب انجامید. از مرکز که آمدن پنجشیر بیادر سرای است، پنجشیر بیادر بلمند است، پنجشیر بیادر ولایتایی است که 4 تا داعش و طالب انتحاری جای گرفتن، 4 تا وطن فروش جای گرفتن. پنجشیر رو است؟ پنجشیر چی است؟ پنجشیر مسکن شهرها، دهی ملک هر امپراتوری که آمده قصهش مفسده رفته پشت کارش. امشب شما از ساعت 1:30 بجه که درگیری جریان داشت در قریه پنجشیر، در قریه زمانکور تا ساعت 4 بجه. آن شما شاهد هستی، شاید از طریق رسانه هم خبر شوه که خودم به تنهایی خود هنوز شهرها هیچ خبر هم نشده بودن. شهرها بعد از این برام با خدا 10 دقیقه دیگه می بودی، 10 دقیقه دیگه کلت زنده در دروازه کشالتان میکرده میانه. خب رفتی آن نسبت بعد چیک میزه که نزن اولاددار هستیم. شما چه رقم گروه ویژه هستی؟ ویژه نمیفهمی که جا پنجشیر است. حسیب در سال 2019 با انتشار یک ویدیو اتهامات تکان دهنده علیه امنیت ملی مطرح کرد. او مدعی شد که از او خواسته شده بود 6 نفر به شمول حمید خراسانی را ترور کند. او میگوید وقتی این پیشنهاد را نپذیرفت به هدف اصلی دسیسه های امنیت ملی تبدیل شد. یا به ما یک لیست 6 نفری را دادن، تقدیمم کردن که بدر در لیست سر لیست قماندان صاحب گلایدر خان که باید یادم از بین بره، در بدلش 25 لک افغانی به ما داده میشد. در رد از او بدر عبدالحمید خراسانی، در رد از او مولوی صاحب متوکل، در رد از او بدر یک مولوی دیگه در 315، در رد از او یک تا دیگه معاون دارالعلوم در یعنی 315 بود، در 315 دارالعلوم از معاون ازی گفت که تو باید این مردم ها رو از بین ببری، در بدل هر کدامش 25 لک افغانی به ما میداد. پس از سقوط دولت جمهوری در اگست 2021 و قدرتگیری طالبان،
حسیب قوای مرکز به جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود پیوست و به یکی از فرماندهان ارشد آن جبهه تبدیل شد. او در آغازین روزهای جنگ پنجشیر با دیگر نیروهای مقاومت سرسختانه با طالبان جنگید و در حملات چریکی تلفات زیادی به طالبان وارد کرد. از آن زمان به بعد برای شماری از مردم به یک مبارز آزادی و قابل احترام تبدیل شده و طرفدارانش به او لقب مارشال دادند. این دیگه گفتنی امروز روز پیروزی گروه جهل بود. 15 اگست تجلیل میکردن، آمدیم لاشاشان هم افتاده، قرارگاهشان هم در گرفت، یک درس هم برشان دادیم که جشن برشان زار کردیم. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت بار در اکس با انتشار این عکس در توصیف حسیب و خالد امیری نوشت: دور نیست روزی که در سایه مبارزات این آزادگان دلیر شاهد تحقق خواسته های انسانی مشروع و عادلانه مردم افغانستان باشیم. با این حال حسیب یکی از اهداف تحت تعقیب طالبان است که تاکنون موفق به بازداشت یا کشتن او نشدند. به گفته منابع حسیب در کوههای هندوکش به جنگ چریکی علیه طالبان ادامه می‌دهد و ضربات سنگینی به این گروه وارد کرده است. او در این مدت با شمار از مخالفانش در شبکه‌های اجتماعی جنجال‌های هم داشته است، از جمله با حمید خراسانی و خوشحال سادات. حسیب یکی دلایلی که ما یک نظام 20 سال گفته مردم لنگ و لاش که بود کوشش داشتیم که یک جمهوریت باشه، یک نظام باشه که همه قانون تطبیق شود، بی قانونی را همین گروه ها به وجود آورده بود. پس ما چطور میتونستیم با یک گروه چیز کنیم؟ این به یک حساب بر شما میگیم که همین سقوط باور بکنین به نفع افغانستان هم بود. همین کثافات کلش پاک شد. ببینه هر کسی که در هر جای بود، خوشحال سادات باز همین شرطم است که من ویدیو کال میکنم، باز خوشحال سادات مجبور از دون مشاره که استون بان خدا بکشه بیادبی ما ماف بگرد. اگر ما در پایه بسیار گپ مخ زدن به جای به مورد درباره مقاومتگر نزنی. مقاومتگر شمشیر زنایی است که در مقابل 34 ولایت فعلا استاد شده مبارزه میکنه. پنجشیری مرگ است برات، به قرآن خدا تو اوخان آمده در تقریت بیادر عملیات میکنه، مرگ است برات. بسیاری از مخالفانش میگویند که حسیب قوای مرکز از افغانستان خارج شده و گاهن از کوههای تاجیکستان عکس و ویدیو منتشر میکند، اما او همواره تاکید کرده که در کوهپایه‌های هندوکش حضور دارد و در مقابل طالب تا آخرین قطره خون میجنگد. آخرین پیامی که حسیب قوای مرکز در اکس منتشر کرده و تاریخ 14 سپتامبر بوده. او در توییت با انتشار این عکس شعر را با این مضمون پست کرده است: